سلام، با یکی دیگه از مجموعه‌های بوتروم از کانال ورلدساگر مگزین در خدمتتون هستیم. این اولین اپیزود ما در سال نو است. به همین دلیل سال نو رو به همه شما شاد باش میگم. امیدوارم سالی لبریز از شادکامی و پیروزی در پیش داشته باشیم. در این قسمت ما ویژه برنامه نوروزی داریم و یک مهمون ویژه، بهروز قنبریان عزیز که همه شما مطمئنا اونو با اسم بیبال در پیج اینستاگرامیش میشناسین. قبل از اینکه بهروز سلام علیک داشته باشه و سال نو تبریک بگه، میریم یک اینترو از کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام بهروز میبینیم و برمیگردیم. سلام میکنم خدمت همه مخاطبانتون. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. منم در خدمتتون هستم. منم از طرف خودم سلام میکنم. عیدم بهتون تبریک میگم و یه تبریک دیگه هم میگم برای اولین بار دو تا قنبریان در این قاب حضور دارن و کنار هم دیگه هست. آره، ویژه برنامه عید کلا همه چیزمون عجیب غریبه. دو تا قنبریان داریم که هیچ نسبتی هم با هم دیگه ندارن، فقط تجربه فامیلی دارن. این اپیزود ما میخوایم یک خاطر بازی کنیم با فینال سال 2005 چمپیونز لیگ بین میلان و لیورپول. من این دفعه دوم، قبلش هم داشتم با بهروز صحبت میکردم، گفتم میلان و یوونتوس، الانم دارم میگم میلان و یوونتوس، نمیدونم چرا گیر دادم به یوونتوس تو فینال 2005 باشه. حالا به هر حال میخوام راجع به فینال سال 2005 بین میلان و لیورپول صحبت کنیم و کی بهتر از خود بهروز که بهروز شروع کنه برنامه رو. والا اون سال در کل سال خیلی عجیب. شاید بخشی از هوادارهای لیورپول واقعا بعد از اون سال به این تیم اضافه شدن، حالا که ما که از قبلش بودیم. ولی کلا داستان عجیبیه. لیورپول توی گروهی که موناکو صدرنشین شده داره حذف میشه، تو بازی آخر با اولمپیاکوس با سختی میاد بالا با گل جرارد و این داستانا و خیلی شاید در قالب مدعی نیست، برعکس میلانی که تو گروه بارسا سرگروه بالا اومده و هر چی جلوتر رفت لیورپول تونست خودشو بیشتر ثابت کنه. حالا بازیایی که انجام داد، بازی سختی هم انجام داد نسبتاً، و حالا اومدش و یوونتوس رو حذف کردش. خیلی بعد اون بازی عجیب و غریب با چلسی، حالا قبلش هم لورکوزن برده بودیم فکر کنم، و حالا رسیدیم به یه فینال خیلی عجیب. اونور میلان توی گروهی که بارسا بود سرگروه بالا میاد، خیلی ریلکس منچستر رو حذف میکنه، اون منچستر رو، بعد میاد دربی بزرگ میلان رو میبره از اینتر و تو نیمه نهایی آیندهوونی رو برد. اون خیلی تیم خوبی بود، اگه یادتون باشه تیم خیلی خفن بود و میاد به فینال میرسه و یه جورایی همه از قبل میدونن که انگار میلان قرار قهرمان بشه. اون شب چند تا نکته خیلی باحال داره، این که اگه یادتون باشه گزارشگر بازی بکنم جواد خیابانی و داخل برنامه استودیو عادل فردوسی پور و تیمش اینا نشسته بودن و گزارشگر جواد خیابانی بود. بازی شروع شد، همون اول بازی میلان با ما گل زد و خیلی زود بود دیگه. تو فکر کن تازه شروع شده، همه چیز تازه قرار شکل بگیره و یه شوک بعد به تیمت وارد میشه. و هم دوست داشتم واقعا اون موقع میلان قهرمان بشه، تیم سرتری بود، به رئال نزدیکتر میشد و خب طرفدارم خیلی داشتش دیگه. بعد از اینکه گل اول زد ما همچنان تو شوک بودیم. ما خیلی حمله کردش میلان، گل 2 رو به ما زدن، گل 3 رو به ما زدن. کرسپو موقع خیلی آماده بود. یه دونم شفچنکو زد که آفساید شد، یعنی یادم شفچنکو زد اینا رفتن جشن قهرمانی رو همون نیمه اول بگیرن، مسئولینم می‌خواستن کاپو بهشون بدن، بگی بس واسه دیگه بازی کنه لیورپول. بعد اون موقع گفتم گزارشگر این بازیه آقای خیابانی بود، دوربین هر وقت میرفت روی هواداره میلان با اون ماکت قهرمانیشون، این داغ دل منو تازه می‌کرد. گفتش که آره دیگه اینا کاپوی قهرمانیشون رو آوردن هواداره میلان و تموم هم شده و همه چی اوکی و مالدینی هم تو این سن داره دوباره قهرمان میشه از این حرفا. ما واجی با یه دل پر از خون، اون موقع هم بازی هم داشتم تو ییلاق می‌دیدم، یه تلویزیون سیاه‌سفید بود، خونه مادر بزرگم اینا بودیم، موقع تلویزیون رنگی اونو نداشت تو ییلاق، یه تلویزیون سیاه‌سفید بود، آنتن نداشت، چنگال توش فرو کرده بودی با بدبختی و اون دایره هم بعد مثل گاو صندوق می‌چرخوندی یه جای صاف بگیره بالاخره. با این بدبختی داشتیم بازی رو می‌دیدیم. رفتیم برگشتیم نیمه دوم اصلا همه چی یهو عوض شد. یعنی جراردی که معمولا سر گل نمیزد با سر یه گل زد و پاس ریسه، دوباره اسمیچر شوت زد، دیدا یکم گل بد خورد تقریبا. بعد اسمیچر اصلا فکر کنم بازیکن تعویضی اومده بود جای هری کیو اگه اشتباه نکنم که مصدوم شد. اصلا یه
وضع عجیب و غریبی به وجود اومد و ما خیلی سریع تا بیایم خوشحالی گل دوم کنیم پنالتی شد، گل سوم هم زدیم که دیدا گرفت تو برگشت شاوی آلونسو زد. کلیت این بازی رو همه یادشونه. حالا اون وقت اضافه اون موقعیتی که شفچنکو خراب کرد که اصلا قفل و یزیدودکی که شاید اگه خدا میگن یه جا آدمو بغل میکنه و یه شب به تو یه فرصت برای همیشه میده، اون شب یزیدودک واقعا. یعنی شما کل کریر دودک رو ببینید یه شب فوق العاده داره و اونم گذاشته تو فینال چمپیونز لیگ و این خیلی خوبه که تو اینجوری بیاد بیاد. مثلا این اتفاق افتاده که خوسلو پارسال گذاشته بود تو بازی با بایر مونیخ، هنوز هوادار رئال دوستش داره، هنوز دارم میگن آدم یه جا خودشو میکنه و برای همیشه تو ذهن میمونه. حالا پنالتی کشی هم که شد، بازم میلان دست بالاتر یه جورایی تو پنالتی کشی داشته، چون اون یوونتوس تو پنالتی برده بود، پنالتی زنای بهتری داشت و ما پنالتی ها رو خوب شروع کردیم. یعنی هم سیسی که تعویضی اومد پنالتیشو گل کرد، هم اسمیشر پنالتی زد گل کرد، هم آرنریس پنالتیشو خراب کرد. ولی اصلا اینا مهم نیست چون میلان خیلی بد شروع کرد. سرجینو هم اولی رو خراب کرد. پیلو به عنوان بازیکن مرکزی هم اولی رو خراب کرد. مگه میشه دو تا پنالتی اول دو تا بازیکن بزرگ خراب کنن؟ پنالتی بعدی رو فکر کنم یاندال توماسون و کاکا گل کردن و میبرن پنالتیاشو تیم لیورپول گل کرد. میگم خدا بالاخره یه بار یه نفر یه جای بغل میکنه دیگه. انگار برای یزیدودک اون شب رویاییش بود. البته پنالتی ها همه رو 5 متر جلو می اومد. اون موقع این قانونه زیاد گیر نمیدادن. ولی خب گرفت دیگه اسمش ثبت شد برای همیشه توی تاریخ لیورپول. ولی رسید به پنالتی آخر، پنالتی شفچنکو هم که کسی بود که توی بازی قبلی تو آخرین بازی فینال چمپیونز لیگ جلوی یوونتوس پنالتی قهرمانی زده. اینجا اومد پنالتیشو به بدترین شکل ممکن زد. انقدرم اعصابش خورد شد بعد اینکه پنالتی هم زد یه دونه دیگه هم زیر توپ زد اگه یادتون باشه. بعد لیورپول قهرمان شد. ببین تمام جذابیت این قهرمانی برای من میدونید چی بود؟ این نبود که ما چمپیونز لیگ بردیم. جدا از اینکه چمپیونز لیگ بردیم باعث شده بود ما اورتونی که تو لیگ از ما بالاتر بود و سهمیه گرفته بود و باعث بشیم که نره به چمپیونز لیگ و با عنوان تیم پنجم ما رفتیم سهمیه چمپیونز لیگ گرفتیم و دشمن قدیمی ما نرسید به چمپیونز لیگ با اینکه تو لیگ از ما بالاتر شده. هیچ چیزی لذت بخشتر از این نیست. یعنی شاید دشمنی تو همه جا بد باشه ولی تو فوتبال لذت بخشترین چیز دشمنیه. دوستی معنی نداره برای من. و اینکه اورتون حذف شد من خیلی خوشحال شدم. یعنی از ته دلم خوشحال شدم. میشد خیلی یا ندونم و یادشون نباشه ولی اون فصل اورتون تو لیگ چهارم شد، ما پنجم شدیم، بورتون ششم شد و بازی چمپیونز لیگ هم فینالش بعد لیگ. و اورتونی خوشحالی کرده بودن ما رفتیم چمپیونز لیگ و شما حذف شدید و فلان. ما رفتیم اون موقع هم سهمیه پنجم نمیدادن. ما رفتیم چمپیونز لیگ، اورتون هم رفت در حد و اندازه خودش تو جام اروپا بازی. این لذت بخشترین اتفاقایی بود که حالا تو اون سال افتاد. ببین یه چیزی گفت شهرام میدونه، الان میخوام بهروزم بدونه. من میتونم بگم تمام تیم‌های دنیا رو دوست دارم به غیر از اورتون. اصلا اورتون تو کت من نمیدونم چرا انقدر از این همش دوست دارم این تیم بیفته، اصلا بیفته چمپیونشیپ اینا رو تو پریمیر لیگ نبینم. اینو شهرام خودش میدونه. ولی حالا بریم سراغ بازیه. ببین من یه بچه فکر کنم مثلا 15 ساله بودم که بازی لیورپول آلاوز بود. قشنگ این بازی یادم. من شب زده بودم داشتم فوتبال میدیدم، دیدم یه تیمی اومد. زیاد من سری آ رو خیلی دوست داشتم، خیلی دنبال میکردم به شدت. دیدم یه تیمی اومد 5-4 برد قهرمان شد. این ببین به دل من نشست، واقعا لیورپول به دل من نشست. تموم شد اومد سال بعد تو فینال استانبول. بگم من از کجاش یادمه؟ من از اونجا یادمه که دوربین وقتی اومد توی بازی میلان 1-0 جلو بود، یعنی گل میلان رو نشون نداد صدا سیما. بعد بین دو نیمه من گل مالدینی رو دیدم. من نمیدونستم مالدینی گل زده، حتی خود گزارشگرم نمیدونست، یعنی تا دقیقه 30 نمیدونست مالدینی گل زده. اون موقع گفت. ولی خب گلای کرسپو رو یادم و دقیقاً به زمانی که دوربین اومد توی بازی دقیقه 3 تا دقیقه 7 من فکر کنم 3-4 تا کورنر وحشتناک میلان زد. یعنی یکی جلو بود شاید میتونست همونجا من بود راحت به لیورپول بزنه. یه دونه هد و تراوره در آورد در روی خط، قشنگ روی تیر اول وایساده بود، مالدینی زد در آورد. یه دونه هم اگه اشتباه نکنم فینان بود در آورد، تک زد نذاشت اینور کرسپو پای تیر دور توپو بزنه. این اتفاقاتی بود که از نیمه اول یادمه و خب 2-3 بار مثلا توپ رسید 18 یه هند
اگه الان مثلا VAR بود از نستا میگرفتن پنالتی میشد، اون مثلا اون تو ذهنم هست. ولی ببین نیمه دوم وقتی برگشتن توی زمین، حالا من زیاد نمیخوام بحث تاکتیکیشو بکنم، بحث تاکتیکیشو حالا بذاریم در ادامه، فعلا خاطره ها رو تعریف کنم. من این نسخه لیورپول رو بارها دیدم، یعنی اصلا انگار اینا توی خونشونه، یعنی همون دیپورتیو آلاوزه برام زنده شد. بعد اومدیم فاصله گرفتیم، مثال دارم میزنم دورتمونده، بارسا، مثل اینکه اینا اینجوری هن. اینا میرن میان، یه اتفاق عجیب غریبی توی رختکن براشون میفته و این غیر قابل توصیفه. یعنی اون ارسالی که شد برای که چرخون جرارد به نظر من در حد مهاجم بود، در حد فوروارد باکس. به این راحتی یه هافبک وسط شاید نتونه سرشو به چرخونه بزنه، یا اسویچری که اومد توی بازی پاسو از کرگر گرفت. بعد ببین توپا بهروز شهرام الان اگه قرار بود براشون مثلا ایکس گات نوشته بشه یا ایکس جی نوشته بشه، فکر کنم 9 بود. یعنی توپ جایی میرفت که محال بود، هیچ گلری دیدای آماده اون موقع نتونست اون شوتو بگیره، انقدر توپ کنار زده شد. یا ضربه سر مثلا جرارد انقدر به نظر من گوشه بود که شاید آماده ترین گلر دنیا اون موقع خود دیدا بود، به نظر من نتونست بگیره، یعنی تموم شده بود. و اون پنالتی عجیب غریبی که با راست میزنه، میاد ریباندشو با چپ میزنه، یعنی هر کسی بود به غیر از آلونسو به نظر من اون پنالتی گل نمیشه. واضح قضیه رو بگم، یعنی من خودم فکر نمی‌کردم که این الان بیاد اون ریباند رو بتونه با چپ بزنه دوباره یه جایی که واقعا گلر به راحتی نمیتونه توپ رو بگیره. و اینجا بود که بازی به نظرم جمع شد، دیدیم بنیتز بازی در آورد و تونست وقتی یه بازی رو عقب میفته و مساویش میکنه مساویه رو نگه داره و به نظر من خیلی خوب دفاع کرد لیورپول به نظر شخصی من، چون شد واقعا تیمی که دیگه جمع شد توی سوم دفاعی خودش، دیگه نمی اومد بالا بازی کنه. به نظر به اون چیزی که مثلا بنیتز میخواست رسیده بود. و اون سیو دودک که اصلا واقعا من نمیتونم بگم سیو، ببین سیو یه پارامتری داره، یه متر و معیاری داره، یعنی اون ضربه شفچنکو رو میگیره یه دست راست میاد بالا مثل لیبرو والیبال همین، و اون توپ عد میخوره به اون، چه ارتفاعی میگیره، توپ میره بالا میره کورنر و میریم توی پنالتی‌ها. چیزی که مثلا از اون دوران یادم میاد، این بعضی موقع وقتی یه بازیکن وای میسته پشت پنالتی میفهمی قراره خراب کنه. من مطمئن بودم سرجینیو قراره توپو بزنه آسمون، اینقدر برام واضح بود. و اصلا اون استرسی که داشت، ببین تیم 3 تا حاشیه امنیت داشت، مساوی شده، حالا 3 تا پنالتی مهم داریم، پنالتی 1، پنالتی 3، پنالتی 5، بین اون همه بازیکن گنده شما پنالتی رو مثلا میدی به سرجینیو و خب مشخصه که چه اتفاقی میفته. حالا برای اون پنالتی خراب شد و دودک یه پا زد و اومد توپ پیرلو رو گرفت و تو پنالتی بعدی هم دوباره پا زد، حالا خلاف جهت زدن و پنالتی شفچنکو. ببین اون بازی که تموم شد واقعا به نظر من لیورپول توی قلب من، جدی دارم میگم، من کلا حماسی طورم، حماسه رو خیلی دوست دارم. لیورپول بخش عمده‌ای از قلب منو توی همون دوران گرفت و گفتم بابا عجب تیمی، یعنی فصل پیش با آلاوز اونجوری، این فصل اینجوری، اینو دنبالش کنیم. و جزء یکی از تیم‌های مورد علاقه من شد به شدت توی همون دوره هایی که این تیم جام نمیگیره، بازم بهش علاقه داشتم و دوستش داشتم، دنبالش میکردم. همیشه هم وقتی با شاگردام صحبت میکنیم، خب بعد اینکه کلوب اومد همه شدن لیورپولی دیگه یه هوی ترکید، همه شدن لیورپولی. همیشه بهشون گفتم اون زمانی که تیم هیچی نداره یا اوضاعش اوکی نیست طرفدارا مشخص میشه. من لیورپول از اون موقع دوست داشتم. شاید فرض کن یه نقطه عجیب غریبه مثلا ذهن من این بود که تورس اومد لیورپول، اون موقع همه میخواستنش، چرا تورس اومد لیورپول، مثلا همیشه سوال. و
تیم دوست داشتنی شد برای من. این خاطره من از اون فینال بود و قشنگم یادم، فکر کنم 3 خرداد بود اگه اشتباه نکنم، درست میگم شهرام، یا 4 خرداد؟ فکر میکنم 3 یا 4، 25 می. ببین فکر میکنم 3 خرداد بود. ما امتحان ریاضی داشتیم، قشنگ یادم ریاضی 2 دبیرستان بود یا 1 دبیرستان، 2 دبیرستان. من 10 دقیقه ریه رو دیر رسیدم چون تا ساعت 2:30 فینال طول کشید و داشتیم تمام میشد، داشتیم میافتادیم اون درسو، ولی خیلی خاطره بامزه شد، خیلی خاطره دلچسبی شد در من. راجع بازی داریم میگیم از دورانی که فوتبال مملو از ستاره بود. شاید اینو نسل جدید خیلی کلیشه‌ای بهش نگاه کنه، ما اینو بارها گفتیم و هر دفعه به ما میگن که شما نوستالژی پرستید. بذار این شکلی بیایم و ترکیبای دو تا تیم رو نگاه بکنیم. زمانی که میریم داخل اسکواد میلان، دیدا، کاستاکورتا، مالدینی، نستا، سرجینیو، سیدورف، کاکا، یاپسام، آندره پیرلو، گاتوزو، آلبرتینی نبود مثال، آمبروزینی، روی کاسا، کاکا، شفچنکو، کرسپو، یاندال تومانسون، فیلیپو اینزاگی، تک تک این بازیکن‌ها بازیکن بزرگ. از اون سمت لیورپول وقتی باز نگاه می‌کنیم تو دروازه‌اش خب پیرزی دودک بود، دروازه‌بانش اسکات کارسونی که امروز دروازه‌بان سوم من سیتی، پیرمردی شلون شده، همسن من است. گفتم اینا بگم. کریکلند رو داشت اون موقع، استیفینن رو داشت. استیفینن شاید امروز راجعش زیاد صحبت نشه ولی یکی از بهترین دفاع راستای ایرلندی بود در اون زمان. جان آرنن ریسه بود با اون سرعت شوت‌هاش. لوئیس گارسیا بود، بازیکن تکنیکی از بارسلونا اومده بود. خب جبرئیل سیزه دوست داشتنی و عجیب. میلان باروشی که فصل پیش توی این رقابت‌های یورو آقای گل شده بود. ولادیمیر اسمیشه رو داشت، استیو جرارد رو داشت، ژابی آلونسو رو داشت. ببینید این خیلی زیاده. شما هر دو تیم رو نگاه میکنید مملو از ستاره‌های بزرگ و مثلا تاثیرگذار و چیزی که امروز ما خیلی کم داریم تو فوتبال میبینیم متاسفانه. از سمت دیگه روی نیمکت دوتا تیم، کارلو آنجلوتی و رافا بنیتز امروزه ما خیلی ترول میکنیم متاسفانه، ولی باید بگیم رافا بنیتز مربی بود که فصل قبل از فینال 2005 با والنسیا هم قهرمانی لیگ اسپانیا رو به دست آورده بود، لالیگا رو قهرمان شده بود، بالاتر از بارسلونای ریکارد و بالاتر از رئال کهکشانی فلورنتینو پرز، و تیمی بود که جام یوفا رو از مارسی گرفته بود تو فینالی که دیدیه دروگبا بازیکن خود مارسی بود. و میرسیم به این فینال، تیمایی که خیلی حظ میکنن هم جالبه. آیندهوونی که تو نیمه نهایی میلان میبره و آیندهوون من بازم آیندهوون خیلی ستاره داره. لیون پیو رو داره، فارافان رو داره، الکس رو داره، گومز رو داره، لیون پیو رو داره. باز اون سمت لیورپول میاد تو نیمه نهایی چلسی رو حذف میکنه، اون چلسی ژوزه مورینیو و اون گل جنجالی لوئیس گارسیا. اصلا همه چیز در اون زمان عجیب و جالب بود. هر خیلی قشنگی زد به روز اون تناقض نبرد و جنگ بین لیورپول و اورتونی که 4م شده، بعد یک باره بعد از اون بازی که 3-0 لیورپول عقب برمیگرده به بازی و بازی رو میبره و اورتون چمپیونز لیگ رو از دست میده. خب اون بازی برای من یکم تلخه، واقعیتش اینه. من عاشق میلانم. میلان تیم اول من نیست، ولی میلان به واسطه پدرم یک جایگاه خاص و ویژه همیشه برای من داشته. اولین تیم باشگاهی بود که من دوستش داشتم و اصلا شناختمش، به همین علت خیلی برام خاصه. و خب تو اون فینال شما حساب کن پائولو مالدینی یکی از بت‌های من گل میزنه. اصلا ببین این شکلی میخوام بگم، بازی که مالدینی گل بزنه هیچ تیمی حق نداره اون بازی رو ببره، فقط باید اون بازی مالدینی جام رو بالا سرش ببره. ولی متاسفانه فوتبال خیلی بی‌رحمه و لیورپول قهرمان شد تو بازی که آندره شفچنکو میتونست خیلی خیلی بهتر باشه. شاید اون گل آفسایدی که
بهروز قشنگی اشاره کرد بهش، اگر زده میشد شرایط فرق میکرد، درست آفساید نبود و اون لحظات پایانی اون شوتی که یرزی دودک سوپر سیو انجام داد و در ضربات پنالتی هم که چینش کالتو خیلی عجیب بود برای من. تو حساب کن سیدورف رو میکشی بیرون، سرجینیو رو میبری داخل و سرجینیو اولین ضربه پنالتی تو میزنه، در حالی تو روی کاستا رو داری، روی کاستا ضربه پنالتی نمیزنه. اصلا عجیبه، خیلی عجیبه. پیرلو رو ما همیشه به عنوان یه بازیکنی میشناسیم که ضربات پنالتی فوق‌العاده میزنه، ولی پیرلو هم گل نکرد و شفچنکو هم یه گلش نکرد این ضربه رو. بعضیش هم ببین درسته یرزی دودک اومد جلو، خوب توپ میگرفت، اینو ما در نظر بگیریم آقا توپو که حداقل درست میگرفت دیگه، اینو حالا به جلو اومدنش هم در نظر نگیریم، درست میپرید و توپ رو میگرفت. شب عجیبی بود، پر از خاطره، حالا برای بعضی‌ها تلخ و برای بعضی‌ها شیرین. خیلی‌ها علاقه‌مند لیورپول کرد و خیلی‌ها مثل منو ناراحت کرد. خیلی شب تلخی بود. خواستم میگم نوجوان بودم، میگم نه نوجوان نبودم، من موقع 19 سالم بود، دانشجو بودم. خیلی تلخ بود. فرداش تو حساب کن میخوای بری دانشگاه و تیمت هم من زمانی تیمم میباخت تا 3-4 روز نه روزنامه میخریدم. اون زمان مثلا مد بود، ما همیشه روزنامه ورزشی میخریدیم، نه تلویزیون اخبار ورزشی رو میدیدم و نه هیچ چیزی مرتبط با فوتبال رو چک نمیکردم. دوست نداشتم مدام خبر شکست میلان رو بشنوم. آره ببین در مورد پنالتی زنا صحبت کنی، اگه اشتباه نکنم ببین من آخرین باری که این بازی رو با خودم مرور کردم فکر کنم مثلا 4-5 سال پیش بود. یه کاری داشتم روی این بازی انجام میدادم، اگه اشتباه نکنم پنالتی 3 یا 4 رو کاستا زد. بعد اون موقع خودم میپرسیدم که چرا روی کاستا باید پنالتی 3 و 4 رو بزنه. یعنی باز سوال شد برام سرجینیو چرا باید پنالتی اول رو بزنه؟ چه دلیلی آخه؟ اصلا هیچ دلیلی نمیشه گفت پشت این قضیه هست، مگه اینکه مثلا توی تمریناتی که حالا مثلا کارلتو داشته باشه سرجینیو مثلا با کیفیت بوده توی پنالتی ها که اصلا همچین چیزی رو ساق پاش نشون نمیداد. انقدر سنگین بود برای اون پنالتی اول، انقدر واقعا جو عجیبی بود. ولی گفتی روی کاستا، من حس می‌کنم پنالتی 3 یا 4 رو کاستا زد اگه اشتباه نکنم. دقیق یادم کاکا کاستا نزد پنالتی؟ نه، یه دونه توماسون زد، یه دونه کاکا زد. گل کردن توماسون رو یاندال توماسون زد، بعد کاکا زد. آفرین. آره. کاکام خیلی بچه بود اون موقع، یعنی هنوز اصلا صورتش اصلا مو نداشت، جدی میگم خیلی بچه بود اصلا. آره. و چقدر خوب بود، اومده بود روی کاستا رو نیمکت نشین کرده بود. واقعا روی کاستا رو نیمکت نشین کردن کار هر کسی نبود. اینه که گفتی من یاد چیز افتادم. روی کاستا من زمانی بازی می‌کردم، من همپاس روی کاستا بودم. روی کاستا الگوی فوتبالی من بود و من از کاکا بدم میومد، دقیقاً به همین علت که کاکا روی کاستا رو نیمکت نشین کرده بود. برای کاستام خیلی هزینه که از فیورنتینا آورده بودنش اگه اشتباه نکنم، تو تیم طلایی فیورنتینا و تولدو و روی کاستا اینا بودن. اینم فکر کنم از فیورنتینا اومده بود قبلا، به اومد بود میلان اگه اشتباه نکنم. البته باید عذرخواهی کنیم از شما مخاطبین عزیزمون. این اپیزود قرار بود در دوران نوروز و هفته اول سال جدید پخش بشه. ضبط این اپیزود در دوشنبه 27 اسفند 403 بود، ولی به واسطه شرایط اینترنت قطعی‌هایی که داشتیم نتونستیم کامل کنیم. بخش فنی این اپیزود موند و خب بعد به تعطیلات نوروز خوردیم و باز بچه‌ها نتونستن دور هم دیگه جمع بشن. این اپیزود اگر میخواست به روند عادی طی بشه و بتونیم اونو کاملش کنیم خیلی طولانی میشد و دیگه از اون حال هوای سال جدید در میومد و ما مجبور شدیم در همینجا این اپیزود رو به انتها برسونیم. امیدوارم بتونیم ادامهش رو دوباره یک روز دیگه ضبط کنیم و برای شما همراهان عزیز پخشش کنیم. در انتها عرض کنم اگه این اپیزود تا اینجا تونست رضایت شما رو جلب کنه، ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب خودتون از ما حمایت کنید.